همه فکر میکنن این فقط داستانه. اما چیزی که من تجربه کردم واقعی بود. شبها شروع شد. اول صداهایی میومد، چیزهایی که هیچ کس نمیتونست ببینه. درها بسته بودن ولی صدای قدمها دقیقاً کنار گوشم بود. یه شب یه سایه دیدم که از دیوار عبور کرد. شکلش معلوم نبود ولی حتما انسانی نبود. هرچی تلاش میکردم انگار چیزی نمیخواست بذاره. یه حضور سنگین حس میکردم که همه جا بود. اشیای کوچیک روی میز خود به خود حرکت میکردن. کتابها از هم میپاشیدن. ساعت روی دیوار میچرخید و من فقط میایستادم وحشت زده. نمیتونستم نفس بکشم. صدای نجواها و خنده‌های کوتاه و مخفی منو دیوونه میکرد. هر بار که چراغ روشن میشد، سایه‌ای نزدیکم بود و هر بار که چراغ خاموش میشد، حس میکردم هنوز کنارم هست. بالاخره روی تخت افتادم وحشت زده، نگاه مستقیم به دوربین و فهمیدم اگر فرار کنم دنبال من میاد. هنوز حس میکنم کنارمه. و وقتی به اطرافم نگاه میکنم، سایه‌ای تاریک از گوشه اتاق به سمت من حرکت میکنه و تصویر به مشکی محو میشه. سکوت کامل. فقط نفس‌های سنگین و جیغ کوتاه باقی میمونه.